الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 59 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما چگونه داخل شدن البعث و الحساب در توحید ربوبیت رو بیان میکنیم. به عباره دیگر بگویم البعث زنده شدن در روز قیامت و حسابی که الله بندگانش را میکند به توحید ربوبیت از کدام وجه داخل می شود. باید بدانیم که زنده کردن و مرانیدن از بزرگترین فعلهای ربوبیت الله است که به تحقیق الله سبحانه و تعالی تنها و یکتا و احد است. این فعلی خاص الله است. هیچ کس بجز الله زنده کرده و مرانیده نمیتواند سبحانه و تعالی. و از زنده کردن مرده ها، این زنده کردن در روز قیامت است، بیرون کردن انسان ها از درون قبرشان و بعد از این حساب کردن اونها است. و البته همه این از فعلهای الله سبحانه و تعالی هست که الله خودش در قرآن ذکر کرده است و خود الله منکرهای این فعل الله را تکفیر کرده است، تو کافرشان خوانده است. یعنی هر کسی که این فعلهای الله را انکار کند، به مانند اینکه انکار کند که الله زنده کننده و میراننده و در روز قیامت زنده می کند و حساب می کند، این فعلهای الله را کسی انکار بکند، البته خود الله این چنین انسانها را کافر خوانده است. بله، این چنین یکی از فعلهای الله این محاسبه کردن خلق است. الله خودش خلقش را محاسبه می کند و مجازاتشان می دهد به همه اون عملهایی که انجام دادند و بین اونها فصل میگذارد و قضا میکند، حکم میکند. و هر کسی که محسن است الله اثبات میکند که این محسن است و مکافات جنت میدهد، و هر کسی که مسیح است، بد است و سبحان الله معصیت کرده است، به اون جزا میدهد. پس این همه از فعلهای الله است و از کمال ربوبیت الله است که بر این عقل و فطرت دلالت میکند پیش از شرع. عقل هر یک انسانی که عقلش سالم است و فطرت انسان نیز به همین دلالت میکند که زنده کردن و مرانیدن و حساب کردن و مکافات دادن و عقاب کردن، این همه از فعلهای الله است سبحانه و تعالی. و این چنین این از نظر شریعت هم ثابت شده است. الله خودش در قرآن و رسولش محمد صلی الله علیه وسلم در سنت صحیح ثابت میکنند این همه فعلهای الله را. پس زنده کردن در روز قیامت، پیش از قیامت مردم را از قبرهایشان زنده بیرون برآوردن، حساب کردن این همه انسانها و خلقها و جزا دادن این همه مردم، جزای نیک یا جزای بد، این همه از مغز ربوبیت حساب میده می شود و از صفاتهای فعلی الله سبحانه و تعالی است. این همه از صفاتهای فعلی الله سبحانه و تعالی است. چخلی که الله سبحانه و تعالی در سوره التغابن و اتعافتو میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زعم الذین کفروا الا یبعثوا. کافرها
دعوا کردند که اونها دیگر بعد از مرگشون دومین مراتبه زنده نمیشوند، از قبرهایشون زنده بیرون نمیشوند. همچنین دعوا کردند، یعنی انکار کردند صفت فعلی الله را که زنده کننده است. و اینچنین الله سبحانه و تعالی خبر داد و گفت ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا والعیاذ بالله. سوره مؤمنون آیه 38. یعنی در این آیت هم آمده است که مشرکا و کافران صفت فعلی الله را زنده کردن را و حساب کتاب را انکار میکردند. و ما نحن بمبعوثین، ما دیگر بعد از مرگمان دوم مرتبه زنده نمیشویم میگفتند. والعیاذ بالله. پس خودی الله اونها را کافر شمارید و خودی الله سبحانه و تعالی به اونها انکار کرد. پس از همین جهت فهمیده می شود که وقتی که زنده کردن و حساب کردن و جزا دادن این همه از فعلهای صفت فعلی، از صفتهای فعلی الله هست، از فعلهای الله هست، این داخل می شود به توحید ربوبیت. چرا که ما گفتیم توحید ربوبیت بزرگترین و خاصترین صفت الله هست و در درونش صفتهای فعلی الله سبحانه و تعالی را در بر می گیرد. سبحان الله. هر کسی که الله را شناسد اما البعث فعلی زنده کردن الله را یا زنده شدن بعد از مرگ را انکار کند و این چنین رسالت را مثلا انکار کند، به تحقیق این آدم این چنین انسان کافر می شود و مستحق نار است. زیرا که هر کسی که بعث یعنی زنده شدن بعد از مرگ یا که فرستادن رسول را انکار میکند به تحقیق کفر ورزیده است و طعنه زده است بر ربوبیت طعنه زده است. چرا؟ برای آنکه الله سبحانه و تعالی البعث را یعنی زنده شدن بعد از مرگ را و حساب کردن را از ربوبیت خوانده است و از لوازم یک چیزهای لازمی خلق کردن آفریده است. یکی از چیزهای لازمی، یکی از لازمترین چیزهایی که همراه خلق است این دوباره زنده کردن و حساب کردن خلق است. الله سبحانه و تعالی میگوید در سوره هود آیه 7: هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. الله همان ذات است که زمین و آسمان ها را در مدت 6 روز خلق کرد و کان عرشه علی الماء. در حالتی که در همین وقت زمین و آسمان را خلق کردن عرشش در بالای آب بود، یعنی عرش پیش از زمین و آسمان خلق شده است. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا که شما را ابتلا بکند و بسنجد که کدام از شما عملی صالح میکنید، کدام از شما موحد میشوید و کدام از شما موحد نیستید. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین كفروا ان هذا الا سحر مبین. ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر تو گفتی که شما دوباره بعد از مرگ دوباره مبعوث میشوید، دوباره زنده میشوید، از قبرهایتون بیرون میشوید، حتما آنهایی که کافرن میگن که این یک سحر مبین است، این یعنی دروغ است، انکار میکنن، این سحر و جادوگری میگن. سبحان الله. پس در این آیه الله سبحانه و تعالی به ما خبر میدهد که زمین و آسمان را برای ابتلا و سنجش و برای امتحان و برای جزا خلق کرده است. و همین زمین و آسمان یکی از دلالت‌های البعث و الجزاء و الحساب است. دو مرتبه از قبر زنده شدن و خستن و جزا دادن و حساب کردن. و الله خودش در همین آیت کافر گفته است کسانی که بعث را یعنی دومین مراتب زنده شدن را انکار میکنند، حساب را انکار میکنند. الله گفته است کفروا لیقولن الذین کفروا، اونهایی که کافرن اینا انکار میکنند، کافرن انکار میکنند.
الله در آیت دیگر در سوره حج آیت 5 میگه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. ای انسان ها، ای مردم، اگر شما شک داشته باشید از بعد از مرگ با زنده شدن شک داشته باشید، بدانید که هر آینه به درستی که ما شما را از خاک خلق کردیم. یعنی وقتی که ما شما را از چیزی نبوده، اصلا شما وجود نداشتید ای انسان ها، از خاک خلق کردیم. از خاک شما را خلق کرده باشیم، بعد از مرگتون دومین مراتبه گشت زنده کردن آسان تر است. معنای سخن این است که یک چیزی که یک بار خلق شده است و یک بار ساخته شده است، دومین مراتبه همین را خلق کردن و ساختن آسان تر از یکم مراتبه است. وقتی که انسان را از چیزی نبوده الله خلق کرد، بعد از مرگش دومین مراتبه زنده کردن برای الله آسان تر است و سبحان الله، الله قادر است به این. پس از همین جهت زنده کردن و میرانیدن و حساب و جزا به توحید ربوبیت داخل می شود و یک از رکنهای توحید ربوبیت است. پس باز می گردیم به مسئله حکم. حکم الله، امر الله چگونه به ربوبیت داخل می شود؟ با کدام وجه حکم، امر، حلال کردن و حرام کردن به ربوبیت داخل می شود؟ بدانید که حکم کردن به حکم الله، به عربی میگند الحکم بما انزل الله، حکم کردن به آنچه که الله نازل کرده است و عمل کردن یا اطاعت کردن امرهای الله و عمل کردن به شریعت الله، این همه داخل می شود به ایمان آوردن به ربوبیت. هر کسی که می خواهد که به ربوبیت ایمان داشته باشد و هر کسی که می خواهد که ایمانش در ربوبیت صحیح باشد، باید به حکم الله نازل کرده ایمان بیاورد، تصدیق کند، اقرار کند، همین حکم الله را خواهد و به امرهای الله اطاعت کند و عمل به شریعت الله بکند. و این گفته ها به هیچ کسی پنهان نیست، این معروف است و مشهور است، زیرا که حکم، امر و قانون برآوردن، التشریع و ساختن دین یکی از خاصترین صفتهای الله است. حکم صفت الله است، امر صفت الله است، تشریع صفت الله است. یعنی قانون برآوری، دین سازی، این از صفتهای الله است، صفتهای فعلی الله سبحانه و تعالی است و یکی از صفتهای خاصی الله است. بجز الله هیچ کسی حکم کرده نمیتواند و همه حکم از آن الله است. امر و نهی از آن الله است، حلال و حرام کردن از آن الله است، قانون برآوردن از آن الله است، دین ساختن این از آن الله است. ما باید در این مسائل، در این فعلهای الله توحید داشته باشیم، یعنی الله سبحانه و تعالی را یگانه اعتقاد بکنیم که در این همه تنها است و یکتا است و این یکی از خاصترین صفتهای الله است. الله سبحانه و تعالی تمام امر را از آن خودش، یگانه از آن خودش قرار داده است و تنها خودش یگانه صاحب حکم است و هر کسی که در همین مسئله امر و حکم به الله منازعه میکند، به الله می جنگد والعیاذ بالله، یا که می خواهد که خودش را حاکم بکند یا که امر و نهی بدهد یا که قانون برآوری بدهد، الله این چنین انسان را کافر شمارده است و مشرک شمارده است و سبحان الله مکذب ربوبیت شمارده است، دروغ گوینده بر ربوبیت شمارده است.
و مشرکی بر ربوبیت شمرده است. به این دلالت قرآن آشکار واضح بیان میکند، دلالت میکند. الله در سوره اعراف آیت 54 میگه الا له الخلق والامر. اولا الله اثبات میکند که تمام خلق کردن و تمام امر از آن الله است. هیچ کسی امر نمی کند، هیچ کسی قانون نمی برارد، هیچ کسی حکم نمی کند مگرم همان کسی و همان ذاتی که خلق کرده است. کی خلق کرده است؟ الله. بجز الله هیچ کس هیچ چیزی رو خلق نکرده است. یک قنات پشه رو هم خلق کردگی هیچ کس نیست و خلق کرده و نمیتواند. پس همون الله امر میکند و قانون میبرارد و حکم میکند، حلال میکند، حرام میکند و نهی میکند و باز میدارد. و همین الله معبود است که پرستیده میشود. الله در آیت دیگر خبر میتید که حکم از آنی تنها و تنها الله است و بجز الله کسی را در حکم نباید شریک آورده شد. در سوره کهف آیت 26 الله میگه ولا یشرک فی حکمه احد. در حکم الله کسی را شریک نسازید زیرا که همه حکم از آن اوست. بلکه الله سبحانه و تعالی اینچنین خبر داده است که هر کسی که عمل به حکم غیر الله بکند به تحقیق همون غیر الله را عبادت کرده است و همون غیر الله را به خودش اله و رب گرفته است. یعنی یک انسان اطاعت میکند غیر الله را در حکمهایش، در نهیهایش، در حلال و حرام کردنش اطاعت میکند. هر کسی که عمل به حکم غیر الله میکند، اطاعت غیر الله میکند، پس غیر الله را عبادت کرده است، به خودش اله و رب گرفته است. چخیلی که الله در سوره یوسف آیه 40 میگه این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایه. هر آینه تمام حکم، همه حکم کاملا همه اش از آن الله است. بجز الله هیچ کسی صاحب حکم نیست. امر الا تعبدوا الا ایه. و الله امر میکند و امر کرده است که بجز الله هیچ کسی را عبادت نکنید، هم در حکم و هم در غیر حکم. در سوره آل عمران آیه 64 الله میگه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. بجز الله هیچ کسی را و هیچ چیزی را عبادت نکنیم و به الله هیچ کسی و هیچ چیزی را شریک قرار ندهیم و بعضی دیگرمون را به بالای سرمون رب اله نگیریم. یعنی بعضی دیگرمون را اطاعت نکنیم، بعضیمون به بعضی دیگرمون حکم نکنیم، حکمی که مخالف حکم الله باشد. به غیر حکم الله بعضیمون را حکم نکنیم و به همین اطاعت هم نکنیم. حاکمانی که به غیر حکم الله مطلقاً حکم میکنند اینها مرتد و مشرکانند. امروزه حاکما همش مرتد و مشرک است و کسانی که به همین حاکم ها اطاعت میکنند در اطاعتشان مشرک و کافرند. چرا که اطاعت هم عبادت است. پس اطاعت باید به الله میکردند اما به غیر الله کردند. سبحان الله. الله میگه و این اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما مشرک ها را اطاعت کردید خودتون هم مشرک میشوید. اطاعت نکنید، از اونها بیزاری جویید، براءت جویید، اونها را ترک کنید، براءت خود را اعلان کنید. براءت یعنی اونها را تکفیر کنید و از اونها دور باشید و در حالت قدرت اونها را نابود کنید. اما وقتی که قدرت ندارید هجرت کنید. در سوره توبه آیه 31 الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. احبار خودشان را، علمای خودشان را، پیشواهای خودشان را بجز الله، بغیر الله به خودشان رب گرفتند، اله خود گرفتند. بله الله در این آیت انکار میکند به هر کسی که
به خودش یک اله و یک رب بجز الله میگیرد و به همون اطاعت میکند، به قانون برآورده همون اطاعت میکند، به دین ساخته همون اطاعت میکند، به تنظیم و نظام همون اطاعت میکند. حلال گفته او را حلال میشمارد، حرام گفته او را حرام میشمارد و به حکم همون حکم میکند و مراجعت به محکمای همون میکند. همه این را الله انکار کرده و همه اینها را الله شرک و کفر نامیده است. در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همین آیت را به عدی بن حاتم الطائی شرح دادند. حدیث معروف است، حدیث صحیح است، حدیث عدی بن حاتم الطائی. رسول الله صلی الله علیه وسلم این آیت را خواندند و گفتند که اتخاذ گرفتن علما، یعنی اله گرفتن علما پرست شدن، علما را عبادت کردن و به واسطه علما مشرک شدن، یعنی علما را همچون رب بجز الله گرفتن، همچون اله بجز الله گرفتن، یا پیشوای را یا کسی را. چگونه می شود؟ رسول الله گفتند بطاعتهم، در طاعت کردن همونها. وقتی که همونها را گوش میکنید و اطاعت میکنید و گفته های همونها را بجا میبرید، در قانون برآوردگیشون، قانون برآورده اونها را در حلال و حرام اطاعت میکنید. وقتی که اونها چیزی را حرام گفتند اطاعت میکنید. امروزه حکام همه اش ربا را حلال گفت، مردم هم اطاعت میکنند. همه امروزه والعیاذ بالله حاکما گفتند علمانی و لیبرالی های دموکراتی، زنا گفتند اگر راضی باشد بین طرفین، یک زن و یک مرد بیگانه هر دویش راضی شده علاقه جنسی کند، این زنا هست یا نیست یا چیز بگید این جایز است. میگید آیا حرام الله را حلال گفت؟ یعنی وقتی که جایز است گفت یعنی مباح است، این مشکلی ندارد. در قانونهای اینها جزایی نیست. اگر زنا را کسی در این قانون کفر بریزاگی بین طرفین انجام بدهد جزای وجود ندارد. پس حرام الله را حلال کردند. ربا را گفتند بین طرفین ریزاگی باشد جایز است، یعنی مباح است و حلال است. حرام الله را حلال کردند. اما آمدند و حرام الله را حلال کردند. یعنی ببینید ربا حرام است، حلال گفتند. زنا حلال است، حرام گفتند. مردبازی و لواطی حرام است، حلال گفتند. معنای دموکراتی همین است. قانون این دنیا امروز همین است. قانون کفار، قانون دوستان کفار، لشکران کفار، مرتدین و مشرکین همین است. و از جهت دیگر آمدند و حلال های الله را حرام کردند. الله در قرآن بیان کرد آشکار واضح که برای زن 4 مرد گرفتن جایز است. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اما این کفار گفتند که هر کسی از یک زن زیاد زن میگیرد، نکاح میکند، این جریمه بسته می شود یا که حبس کرده می شود، چرا که این جرم کرده است و این گناه کرده است. یعنی حلال الله را حرام کردند و منع کردند. توحید بزرگترین امر الله است، این را منع کردند، پیشگیری میکنند. از پیش توحید مردم را میگیرند، مردم را از توحید دور میکنند، موحدین را به قتل میرسانند، حبس میکنند، توحید را نمیخواهند. یعنی بزرگترین امر الله را انکار کرده ایستادند. پس انمین قانون برآوردن است. التشریع انمین شرک است و شرک اکبر است. این چنین انسان ها کافر است. همه قانون برآور، همه کسانی که در پارلمان میشند یا طرفداری همونها هست، یا که به همون قانون ها کسی که طرفداری میکند و برای پیشرفتش حرکت میکند، یا که کسانی که همین قانون ها را و همچنین سیاستی را دفاع میکند، لشکرها، میلیسه ها، KGB ها، ارمیا، پروکراتورا، همه اینها
کافران و مشرکان و مرتدانند. برای اینکه اینها لشکرها دفاع از همین نظام کرده ایستادند، دفاع از همین حلال و حرام کرده ایستادند، اطاعت میکنند و همین قانونی که بجز قانون الله برآورده شده است همین را اطاعت میکنند و دفاع میکنند. این از نظر قرآن و سنت است و دین ما همین است. و هر کسی که به اینها اطاعت میکند، هر انسانی که به سودهای اینها مراجعت میکند، به شرک واقع میشود. بارک الله فیکم. پس از همین جهت حکم و امر به توحید ربوبیت داخل می شود. الله خودش نفی کرده است ایمان را از کسی که حکم بما انزل الله نکرده است. الله کافر می شمارد، به ایمان می شمارد هر کسی را که به حکم الله و رسولش حکم نکرده است. و الله اثبات میکند که هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نکند این کافر شده است در ربوبیت الله و در الوهیتش. چگونه که در سوره نساء 65 الله میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. الله قسم میخورد. الله میگه که قسم بر رب تو ای محمد که مؤمن نمیشوند تا همان زمانی که تو را حاکمشان قرار بدهند، یعنی تو حکم بکنی. در اینجا مؤمن هم کلمه مسلم را در بر دارد، یعنی اصلا ایمان ندارد و کافر است. هر کسی که به حکم الله و رسول حکم نمیکند این کافر است. و اینچنین در سوره احزاب آیه 36 آمده است و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امره. برای مؤمن و برای مؤمن زن جایز نیست که زمانی که الله و رسول یک مسئله را یا یک امر را حکم کرده است و قضاوت کرده است اختیار کند و به دیگر حکم رود، یا که اختیار داشته باشد. اختیار ندارد، باید به حکم الله حکم شود. در سوره مائده 44 الله میگه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. هر کسی که به حکم الله نازل کرده حکم نکند همچنین انسان ها کافرانند. چلی که ابن القیم الجوزی میگن و البته پیش از ابن القیم الجوزی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و ابن کثیر رحمه الله و دیگر از علما الکافرون میگن در اینجا کفر اکبر است. و روایت ابن عباس که مرجئه ها میارد میگه که این آیت و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون سوره مائده 44 کفر دون الکفر به دلالت میکرد، یعنی کفر اصغر به دلالت میکرد. میگن این سخنی مرجئه هست و این سخنشون ضعیف است. چرا که روایت ابن عباس هم در زیر این آیت همچون کفر اصغر گفتن ضعیف است. بلکه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دلالت به کفر اکبر میکرد. هر کسی که به حکم غیر الله مطلقاً حکم میکرد این کافر است. الله در سوره مائده آیه 43 میگوید فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. در این حکم الله است، در واقع حکم الله است، اما از همین حکم الله روی میگردانند. و ما اولئک بالمؤمنین، و آنها مؤمن نیستند، یعنی مسلمان نیستند. این صفت یهود بود، اهل کتاب، و هر کسی که از قرآن هم همچنین روی میگرداند و به حکم قرآن حکم نمی کند و حکم قرآن را نمی خواهد این البته که مؤمن نیست. پس از همین جهت به توحید ربوبیت حکم داخل می شد. هر کسی که امروز به حکم غیر الله حکم می کند، حکم غیر الله را اراده می کند، برای تطبیقش حرکت می کند، علمانی می خواهد و لیبرالی می خواهد و دموکراتی می خواهد، این البته سبحان الله طاغوت پرست است و در ربوبیت مشرک است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز مسائل دیگری که به ربوبیت تعلق دارد به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.